همیشه در هر راستا بر خود لابودی و ضروری این را بداره که از گناهان گذشته اش توبه کنه و از الله متعال طلب عفو و بخشش بنماید تا اینکه الله متعال گناه های اون شخص را مغفرت کنه. امام قرطبی مفسر شهیر امت اسلامی ایشان می‌فرمایند و طریقه توبه را به من شما نشان می‌دهد، طریقه طلب عفو را از الله متعال به من شما نشان می‌دهد. به تفسیر خود می‌نویسد. ایشان می‌فرمایند که حقوق بر دو قسم میباشد، یک حقوق الله میباشد، یک حقوق العباد میباشد. حقوق الله البته عبارت است آن حقی که از جانب الله متعال بر این بنده لازمی است، فرض است یا واجب است و او بنده در این راستا مکلف می باشد. او عبارت از نماز می باشد، روزه می باشد، حج می باشد، زکات می باشد و غیره می باشد که در این راستا بنده مکلف شده باشد. پس بر بالای اون بنده این لازم می باشد تا این که این کار انجام بدهد. اگر بالفرض مثال از تمام من شما ترک شدگی است، این را خودم نمیگم که از من ترک نشده است، دیگر از تمام من شما اینها ترک شدگی است و در این راستا از الله متعال طلب عفو و بخشش را بکنید. امام قرطبی می‌فرماید که طلب عفو و بخشش وقتی که حقوق الله ترک شد به سه چیز بر خود لازمی بگیرد. اول وقتی که میشه استغفار زبانی است بکنه، از الله متعال طلب عفو و بخشش بکنه. و دوم این که قلباً از آن گناهی که کرده از آن پشیمان باشه تا اینکه الله متعال آن را مغفرت کنه. و سوم این که در همین راستا از گناهان خود پشیمان باشه و دیگر از همین مجلس نیست پروردگار دست دعا به پروردگار خویش بلند کند که پروردگار دیگر من این عمل زشت را انجام نمیدهم تا اینکه سبب ضلالت و سبب شرمساری من در دنیا و در آخرت نشود. و آن نمازی که عبارت از فرائض است، واجبات است یا دیگر اعمالی که از طرف الله متعال این بنده مکلف می باشد و در این راستا اونها را ادا بگرداند. اگر نماز فرض باشه، اگر نماز واجب باشه، اگر دیگر اعمالی که از جانب الله متعال بر بالای این بنده فرض شده، این بنده مکلف است باید اونها را در این راستا انجام بدهد تا اینکه نزد گناه‌های ایشان مغفرت شود. الله متعال تمام من شما را مغفرت کنه، گناه‌های من شما را مغفرت